سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از اینکه بریم سراغ داستان باید بگم اگه داستان قبلی و قسمت اول این داستان رو نشنیدید پیشنهاد میکنم برای اینکه در جریان داستان قرار بگیرید اول قسمت نخست رو گوش کنید و بعداً به سراغ این قسمت بیایید. ولی خب من خلاصه از اون رو براتون بازگو میکنم. تو قسمت اول راجع به این روستا، قبرستون و غسالخونه‌ش و ماجراهایی که داشت صحبت کردیم. گفتیم که جنهای این روستا ظاهراً علاقه خیلی زیادی به جنازه انسانها دارن و اونها رو میدزدن. دلیل این کارشون هم هیچ کس نمیدونه و حتی جایی که اونها رو میبردن. ولی خب باید بگم متاسفانه این اتفاق میفته. اجنه جنازه انسانها رو شبانه و یک شب قبل از خاکسپاری از توی غسالخونه میدزدیدن که البته اونم راه حلی داشت. مثلا اولیش این بود که بستگان متوفا شب قبل از خاکسپاری رو تو سردخونه و غسالخونه بالای سر جنازه بمونن. باید اون شب خیلی حواسشون رو جمع میکردن تا اتفاقی نیفته. به هر حال این اتفاقا میافتاد تا اینکه مرد شور روستا مرد و من به همراه چند تن از دوستام قرار شد ازش مراقبت کنیم. البته اون هم ماجرایی داشت و یک بار جنازش توسط جنها از تو غسالخونه دزدیده شد. ولی ما تونستیم روز بعد جنازش رو از توی خونه خودش پیدا کنیم. در آخرم جنازه رو به خاک سپردیم. ولی یک اتفاق جدیدتر افتاد. اونم این بود که برخلاف سری‌های قبل که جنازه از توی غسالخونه دزدیده میشد، این بار جنازه مرده‌شور از تو قبر دزدیده شد. برای همیشه گم شد و ما هیچ وقت نتونستیم اونو پیدا کنیم. البته چرا؟ چند ماه بعد ما تونستیم کفنش رو داخل کوه پیدا کنیم. فقط کفن خالی. حدس می‌زدیم جنازه ها رو اون اطراف و بدون کفن خاک میکنن. بعد از اون اتفاق هر فردی که داخل روستا میمرد، مردم علاوه بر این که یک شب رو داخل غسالخونه ازش محافظت میکردن، چند شب بعد از خاکسپاریشم از قبرش مراقبت میکردن. نه اینکه شبانه روز بالای قبرش باشن، نه، بلکه هر چند ساعتی یک بار بهش سر میزدن. معمولاً این عملم شبها اتفاق میافتاد. مواقعی که کسی میمرد همه چیز به هم میریخت. اون چند شب و چند روز خیلی سخت و بد سپری میشد. خلاصه که بگم اصلاً فضای مناسبی نبود. انگار جنگ شد و مردم آروم و قرار نداشته باشن. ما چند سالی میشد که درگیر این ماجراها بودیم و معمولاً سالی 5-6 بارم این اتفاق میافتاد. ولی خب یکی دو بار از دستمون در میرفت و اتفاقی که نباید میافتاد. در صورتی که ما خیلی حواسمون رو جمع میکردیم. ولی خب اتفاق دیگه. یکی دو بار بعد از ماجرای مرده‌شور جنازه افراد مرده از تو قبر گم میشد. خاک به هم ریخته گواه بود که ربوده شده. اوایل مردم میگفتن کار کفتارهاست، اما رد پای هیچ حیوانی اون اطراف دیده نمیشد. یه مدتی خبر از مرگ و میر اهالی نبود و همه چی خوب بود. چند ماهی تو آرامش بودیم. یک شب من و رفیقم بعد از اتمام کارهامون داشتیم میرفتیم خونه. تو راه تو کوچه بس کوچه های روستا 2 تا از اهالی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن. از کنارشون که رد شدیم ناخواسته صحبتاشون به گوشمون خورد. یکی از اون 2 نفر میگفت من مطمئنم که جن بود.
این جمله رو که گفت من شاخکام تیز شد. برگشتم گفتم جن؟ عذر میخوام، ماجرای جن چیه؟ یکی از اونها جواب داد هیچی بابا، سر قبرستونا جن دیدیم. یعنی ما سر زمین داشتیم کار میکردیم که یه نفر با ظاهری عجیب از کنار ما رد شد. این که میگم ظاهر عجیب یعنی خیلی عجیب ها. یه مرد دراز و لاغر که یه لباس عربی سفید و بلند به تن داشت. یه دستش هم به کمرش گرفته بود و خمیده راه میرفت. ریش مشکی و بلند و بزی مانندی هم داشت. چهرش هم سیاه بود. این مرد از جلوی ما رد شد. چون لباسش و چهرش برای ما آشنا نبود، بهش شک کردیم و با خودمون گفتیم این کیه؟ هر چقدر صداش میزدیم جواب نمیداد. خلاصه که اون داشت رد میشد و ما دنبالش کردیم. همینجوری راه میرفت و تو روستا قدم میزد. سرعتش هم خیلی زیاد. اصلا زورمون بهش نمیرسید. شب هم بود و تاریک و بسیار خوفناک. تو راه هر چی سگ و گربه بود از این مرد فرار میکرد. برامون خیلی عجیب. مثلا از جایی که سگ بود رد میشد، سگ زبون بسته بلند میشد و سری فرار میکرد. هیچ آدمی هم تو روستا نبود که اون رو ببینه. خلاصه که در آخر از روستا خارج شد و رفت به سمت قبرستون. ما بیشتر از قبل دوست داشتیم بفهمیم ماجرا چیه و کنجکاوتر شدیم و رفتیم جلوتر. اما یه لحظه نفهمیدیم چی شد. یعنی گمش کردیم. اصلا نفهمیدیم کجا رفت. یعنی یه صدایی از پشت سر ما اومد و یه سایه هم رد شد. وقتی که به عقب برگشتیم فهمیدیم اون مرد رفته. یه خورده چش کردیم، دیدیم نه، یکم جلوتر خوابیده رو یکی از قبرها. در واقع اول صداش رو شنیدیم که داشت زار میزد و گریه میکرد. جوری خوابیده بود رو قبر گریه میکرد که انگار طرف از عزیزانش بود و تازه هم مرده. در صورتی که قبر خیلی قدیمی بود. ما هاج و واج به همدیگه نگاه میکردیم. هیچ صدایی از خودمون در نمی آوردیم تا مبادا متوجه حضور ما بشه. میخواستیم ببینیم چی کار میکنه. هرچی که میگذشت بیشتر میترسیدیم. همینجور زل زده بودیم به اونو، کاری هم نمیکردیم. تا اینکه در آخر اون متوجه حضور ما شد و سری بلند شد و فرار کرد. باورت میشه؟ تا ما رو دید ترسید و فرار کرد. یکم هم که رفت جلوتر پشت تپه ها غیب شد. ما اونجا فهمیدیم که اون جن بوده. من گفتم اون وقت از کجا فهمیدی طرف جن بوده؟ جواب داد چیزی که ندیدم، ولی وقتی داشت فرار میکرد پاهاش صدای سم اسب میداد. این یعنی سم داشته دیگه. عجیب بود. الان داریم از قبرستون میایم، یعنی همین الان دیدیمش. این مدلیشو دیگه ندیده بودیم. هرچند اتفاقا برامون عادت شده. اینجا ماجرا کم نیست. دیگه از دزدیده شدن جنازه ها توسط جن ها عجیب‌تر که نبود. تازه همون شب نبود. چند بار دیگه هم عده‌ای همچین داستانی تکراری رو برامون تعریف می‌کردن که مثلا جنی با چنین ظاهری رو تو قبرستون دیدن. ظاهراً همون جنه. همشون هم همون نشونی رو میدادن که این یه ماجرای جدید بود. ولی بدون اینکه بدونیم اون کی و چرا اینجا میپلکه. این جن میاد سر قبرای انسان و برای اونها عزاداری میکنه. هر سری هم سر یک قبر جدید دیده میشه. البته یه مدت از اون صحبت میکردن. چند وقت بعد از سر زبونا افتاد. به جاش ما به ماجرای قبلی برگشتیم. دقیق تر که بخوام بگم چند هفته بعد یک نفر از اهالی روستا که تو شهر زندگی میکرد مرد. یه پیرمرد
که قبلا خونش همین جا بوده، ولی خب برای ادامه زندگیش با خانواده‌اش رفته بودن شهر. حالا اون مرد و خانواده‌اش قراره بیارنش تو زادگاه خودش خاکش کنن. نمیگم ماجرای اینجا رو نمیدونستن، نه، بیشتر از هر کس دیگه‌ای به ماجرا آگاه بودن. اما خب وصیت مرده همین بوده که تو این قبرستون و این روستا خاکش کنن. وقتی هم که آوردنش اینجا بهشون گفته بودیم که یا شبونه خاکش کنید یا اینکه یک شب داخل غسالخونه بالای سرش بمونید. حتی چند روز بعد از خاک سپاری هم باید همینطور رفتار کنید. وقتی که آوردنش دم غروب بود و قرار شد فردا صبح دفن بشه. پس با این حساب شب مهمون غسالخونن و بستگان و پسرش باید تو سردخونه مراقبش باشن. 2 از پسرای بزرگ مرحوم شب را موندن بالای سر جنازش. اما قبل از اون یه اتفاق عجیب براشون افتاد. الان که جنازه اون محروم خاک شده، ولی باید بگم شب قبل از اون وقتی که اون 2 نفر تو غسالخونه بودن ماجرا پیش اومده. حالا چه ماجرایی؟ ما از زبون خودشون شنیدیم. وقتی که تو غسالخونه بودن، حالا نمیدونم برای چه کاری، ولی باید هر طور شده به خونه میرفتن و موضوعی رو به خانواده اطلاع میدادن. اونجا هم که میدونید موبایل آنتن نمیده و این 2 نفر به ناچار مجبور شدن غسالخونه رو ترک کنن. ساعت 12 یا 1 نصف شب. ظاهراً صحبت‌های مردم رو گوش نکردن که میگفتن نباید تنهاش گذاشت. حداقل 1 نفرشون هم وای نستاد. خب حق دارن. یه آدم تنها با یه جنازه تو غسالخونه‌ای که همچین ماجرایی داره، اونم ساعت 12 شب. هر کی بود وحشت میکرد. به هر حال رفتن و وقتی که برگشتن دیدن که جنازه افتاده جلوی در و کفنش هم به هم ریخته. یعنی نصف بدنش بیرون از کفن بود و پر از زخم و کبودی بود. ولی خب نمیدونستن چه اتفاقی افتاده. وقتی هم که می اومدن کسی به سمت غسالخونه نمی رفت یا حتی از غسالخونه خارج نمی شد. انگار به خیر گذشته. شاید داشتن جنازه رو می بردن ولی کسی مانع از این کار شده. روز بعد هم بی درد سر اون رو به خاک سپردن. هرچند وقت یک بار به اون سر می زدن تا اتفاقی نیفته. همه چی مو به مو مثل گذشته تکرار می شد. وقتی که یک بار ساعت 9 شب به قبرستون رفتن، اونجا یه پیرمرد رو دیدن. یه پیرمرد با ظاهری مشکوک که همش تو قبرستون میچرخید و به قبرها نگاه میکرد. این براشون عجیب بود که این موقع شب اینجا چی کار میکنه. اما خب تنها شانسی هم که داشتن این بود که پیرمرد پشتش به آنها بود و متوجه حضور این افراد نشد. بیشتر که توجه کردن دیدن پیرمرد هر چند قدم که راه میره یه چیزی رو داخل زمین چال میکنه. یه کاغذ. مثلا هر 10 قدم که میرفت جلو میشست رو زمین و یک مقدار با بیلچه‌ای که تو دستش بود زمین رو میکند و کاغذ مانندی رو میذاشت داخل زمین و بازم روی اون خاک میریخت. کارش هم که تمام شد رفت. هیچ کس اون رو نشناخت. ولی خب کار درستی که انجام دادن این بود که دست به اونها نزدن. منظورم خاکایی بود که اون پیرمرد کنده بود. به نظر که اهالی این روستا و این منطقه نبود. یعنی چه کاری انجام داده؟ ممکنه اون کاغذها دعا بوده باشن؟ یکی از آدم‌هایی که این ماجرا رو شاهد بود رفیق من بود. اون هم اون شب اونجا بود. این قضیه همونجا تمام شد و برای کسی بازگو نکردن. تا چند ماه بعد که این ماجرا گذشت و رفیقم برای من تعریف کرد. اون شب حتی اتفاقی هم برای جنازه نیفتاد. از اون موقع به بعدم همینطور. یعنی بهتر بخوام بگم جنها انگار بیخیال این قضیه شدن و کاری به جنازه انسانها ندارن.
تو این چند ماهی که گذشته ما چیز مشکوکی احساس نکردیم. همین برام جالب بود و رفیقم که برام تعریف کرد خیال کردم اینکه جنها بی دلیل دست از کارشون برداشتن مربوط به پیرمرده و کاغذایی میشه که کنار قبرستون چال کرده، یا بهتره بگم همون دعاها. یعنی انگار برای اونها دعا گرفته که با جنازه انسان کاری نداشته باشن، یا شاید پاشون رو تو این قبرستون نذارن. این فقط یه احتمال بود تا وقتی که با امام جماعت مسجد روستا صحبت نکرده بودیم. در واقع اون میگفت اگه از اون موقع به بعد این اتفاقات تمام شدن پس حتما به اون مربوطه. برید دعا کنید به جون اون پیرمرد که از بزرگترین مشکل شما خلاصتون کرده. مهم نیست کی بوده و از کجا اومده، اما کاری کرده که هیچ کس از پسش بر نمی اومده. واقعا دمش گرم. ای کاش زودتر همچین کاری رو میکرد. حداقل چند تا از جنازه ها رو نمی بردن. تا الان که خیلی از جنازه ها ناپدید شدن. از این صحبت ها حدوداً 9 ماهی گذشت. تو این مدت هم باید بگم اتفاق خاصی نیفتاد. ما دیگه باور کرده بودیم همه چی تمومه و بخوام صادقانه بگم هیچ ترسی و واهمه‌ای تو این مورد نداشتیم. انگار همه چی به روال قبلی برگشته. اما خب ما تونستیم جنازه های گم شده رو پیدا کنیم. جنازه ها که نه، اسکلت چند تا جنازه رو پیدا کردیم که حدس می‌زدیم اسکلت همون جنازه ها باشن. این رو هم مدیون یه چوپانیم. یه چوپان که گله خودش رو برای چرا برده بود، تا اینکه متوجه شد سگ گله توی یه نقطه‌ای از زمین هی میچرخه و چیزی رو بو میکنه. وقتی جلوتر میره چند تا تیکه استخون پیدا میکنه که همشون متعلق به انسانن. استخونهای زیادی هم بودن که نشون میده مال 1-2 تا جنازه نیست. با ماجرایی که گذشته اینجا داشته، بیشک اینا همون کسایی هستن که جنازشون توسط اجنه دزدیده شده.